صفحات مجازی و یا هم اجتماعی بخشی از جمعیت کم و بیش 30 میلیونی افغانستان را مصروف خود ساخته است. مصروفیتی که بخشی از نارسایی و چالش‌های ارتباطات را که در گذشته وجود داشت برچیده است. فیسبوک یکی از این صفحات است که در برخی مواقع درد سرساز نیز می شود. انتشار عکس و ویدیوهای ترسناک مثل سرهای بریده، کشتن انسانها و نیز مطالبی که به باور برخی ها بعد تفرقه های قومی و مذهبی می انجامد، اهانت به چهره های معروف سیاسی و هنرمندان موارد درشت این درد سرهاند. عکس مرا میگیریم در سر یک خانم دیگه که در حالت نادرست است میمونیم. من حق دارم که فوزیه کوفی وکیل بدخشان در ولسی جرگه افغانستان یکی از کسانی است که از گزند این دردسرها در امان نیست. به نام بانو کوفی نزدیک به 40 حساب کاربری فیسبوک ساخته شده است. مثلا یک فیسبوک به نام مجبور شده بود یک روز یکی از تصاویر خانم های یک از رئیس جمهورای گذشته افغانستان ماندن گفتن در مورد از اینا چی نظر دارین؟ اقتدا زیاد مردم نظر دادن که خانم کوفی از شما بعید میدونستیم که شما چون این چیزا بگذارین. برای کم یک خانم است. من خودم که دیدم واقعا ناراحت شدم، ولی این فیسبوک در کنترل من نبود. من نمیفهم که کی ساخته و اتفاقا بسیار لایک هم میگیره و به این شکل مثلا گاهی اوقات طور میشه که تصاویر زنای سیاسی فتوشاپ شود. برخی روانشناسان معتقدند که انتشار چنین موارد از طریق صفحات اجتماعی ناشی از بیماری‌های روانی است. احمد شاه شریفی رئیس انجمن روانشناسان افغانستان میگوید کسانی که دست به انتشار مطالب و عکس‌های خشن و تفرقه‌آمیز میزنند به بیماری‌های افسردگی مبتلااند. این جوانایی که دست به اعمال میزنن مطمئنا ما گفتیم که مشکل دارن، یعنی آدمای اب نرمال هستن، نرمال نیستن، آدم غیر عادی هستن، عادی نیستن، آدمای عادی دست بهشون کار نمیکنن. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان به دنبال چاره‌جویی این دردسر دست به کار شده است. در هفته‌های اخیر این وزارت تعدیلات را در قانون رسانه‌ها وارد کرده و به ریاست جمهوری افغانستان فرستاده است. طرحی که پس از تصویب و اجرای شدن پیگرد شمار از کاربران و بسته نمودن برخی حساب‌های کاربری را به دنبال خواهد داشت. فیسبوک هم په یوې رسنۍ بدل شوی دی، په یوه مکتب، په یوه ښوونځي ان په یوه پوهنتون بدل شوی دی. که چا ښه ګټه ترې پورته کړه موږ به هغه تقدیر کو، وبه یې نزوو، نوره به یې تشویق کړو. که چیرې قانون ومنل شو بیا چا له قانون نه سره غړونه وکړه هغه به مجازات شي، هغه به مکافات شي. د هغوی هغه ټویټر چې فیسبوک چې دی د قانون مطابق چې راتلونکی دی هغې مطابق به وتړل شي. در حال حاضر برای استفاده از رسانه‌های اجتماعی قانونی وجود ندارد. وزارت مخابرات بیش از 1 سال می شود بالای طرح قانون مبارزه با جرایم سایبری کار می کند. ما قانون مبارزه با جرایم سایبری، قانون معاملات الکترونیک و قانون امضای الکترونیک را به می خاطر به تهیه کردیم، به وزارت عدلیه فرستادیم که یک دستاویز حقوقی داشته باشیم تا بر مبنای از تفاهمنامه‌های را با شرکت‌های معتبری شبکه‌های مجازی امضا کنیم که در آینده اگر همچون مشکل اتفاق میفته ما بتونیم به صورت آنی به سرورهای از اینا و با آی پی های اصلی دسترسی پیدا کنیم. نه یا حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان از طرح قانون مبارزه با جرایم سایبری استقبال می‌کند، اما آوردن محدودیت در کاربرد صفحات اجتماعی و پیگرد استخباراتی کاربران برای این نهاد پذیرفتنی نیست. مورد پیگرد استخباراتی و کشفی باید هیچ کاربر رسانه‌ای قرار نگیره. بله ما جوابگو هستیم در مقابل هر چی می نویسیم و این جواب گفتن در مقابل نهادهای مرتبط مثل وزارت اطلاعات و فرهنگ باشه، نه جواب گفتن در مقابل استخبارات یا مثلا ریاست امنیت ملی. در حال حاضر بیش از 5 میلیون شهروند افغانستان اینترنت استفاده میکنند که 87% اینا را کاربران فیسبوک تشکیل میده. بعد از فیسبوک توییتر و یوتیوب بیشترین کاربر را در افغانستان دارد. وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان میگه که این وزارت به آی پی های تمامی کاربران دسترسی ندارند و در صورت که قانون مبارزه با جرایم سایبری تصویب شوه و اجرایی شوه اینا میتونن با جدیت با کسانی که از صفحات مجازی استفاده سو میکنن با اونا برخورد قانونی و جدی بکند. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.